الو، سلام خانم. سلام از بنده. سلامت باشین. حالتون خوبه؟ مرسی، انشالله که شما هم خوب هستید. قربون شما، ممنون. قبل از اینکه بخوایم مکالمه رو شروع کنیم باید بگم که این تلفن رکورد میشه و طبق خواسته شما که اپراتور خانم خواسته بودین من در خدمتتونم و اینکه صدای شما رو ما تغییر میدیم که کسی شما رو نشناسه. از این بابت خیالتون راحت باشه و اینکه شما میتونید مشخصاتتون رو دقیق نگین، حالا مثلا اسم مستعار استفاده کنید. مرسی، ممنون بابت توضیحاتتون. قربون شما، خواهش میکنم. آماده این دیگه که من سوالا رو بپرسم؟ بله بفرمایید، من در خدمتم. خواهش میکنم. شما خودتون رو معرفی کنین و اینکه کجا زندگی میکنین. اسمم لیلاست، ساکن آنکارا هستم. 7 سال و نیم آنکارا اقامت کاری دارم. اینجا به اصطلاح تنهایی زندگی میکنم. خانوادم ایران هستن، اصالتا ترک هستم. خودم لیسانس ادبیات دارم، تدریس میکنم اینجا. بله. یه نامزدی ناموفق داشتم سال 89. بله. دیگه مجددا ازدواج نکردم، بچه‌ای ندارم. انسان خودساخته‌ای هستم، مستقل هستم. درسته. در مورد سوالا اینکه من چند تا سوال از شما میپرسم که حالا طرف مقابلتون شما رو بهتر بشناسه. اینکه شما دنبال چه نوع رابطه‌ای هستین؟ مثلا دوستی، آشنایی برای ازدواج، شناخت بیشتر؟ نه، من واسه دوستی اصلا نمیخوام. من یعنی هدفم ازدواجه. اینم تاکید میکنم، اصلا ایران نمیخوام. یعنی از ایران لطفاً اصلا ننویسم واسم، چون ایران مد نظرم نیست. ولی یه رابطه جدی میخوام. یعنی هدفشون، هر کسی که میخواد با من آشنا بشه هدفشون ازدواج باشه. درسته. بعد اینکه سال بعدی معمولا روزتون رو چجوری میگذرونین؟ تایم کاری من طول هفته فول تایم من سر کلاس هستم. آخر هفته ها شنبه یک شنبه ها تعطیل هستم. سر کلاس که از کارم تموم میشه یعنی میام خونه، استراحت میکنم، به خونه میرسم، کتاب میخونم، بعد با خانوادم در ارتباطم. یعنی تایم کاری من اینجا خیلی فشرده هست. در مورد کارتون اگر دوست داشته باشین میتونین توضیح بدین؟ بله، من ادبیات تدریس میکنم تو مقطع دبیرستانی. به همین خاطر یعنی یه مقدار کارم امسالم یه مقدار دیگه فشرده تر شده، ولی خب روزهای شنبه یک شنبه کلن تایمم خالیه. درسته. حالا شما از طرف مقابلتون چه خواسته ای دارین؟ یعنی بیشتر مد نظرتون چه آقایی میتونه باشه؟ رو راست باشه. یعنی اولین ملاک من حتما رو راست باشه. درسته. خب مثلا سنی یا مثلا ظاهری، شغلی، تحصیلات، درآمدشون؟ تحصیلات طوری باشه دیگه با هم همخونی داشته باشیم. یعنی درآمد دیگه اگر من بخوام به یک کشور دیگه برم مسلما من خودمم کمک حال به اصطلاح طرف مقابل میشم. یعنی منم هر جور شده باید کار بکنم. یعنی الان زمانه نیست که فقط یک نفر کار کنه بقیه بخورن. ولی خب از نظر تحصیلات باید حداقل تو هم سطح خودمون با هم باشیم. بعد از نظر ظاهری؟ از نظر ظاهری هم تیپ مردونه داشته باشه. این واسم خیلی مهمه. بله، تیپ مردونه داشته باشه. مثلا نمیتونم، بعضی از آقایون زیورآلات استفاده میکنن، ناخن بلند میکنن، نه من نمیپذیرم. دوست ندارم. درسته.
رده سنیشون چطوری باشه؟ میتونه از 40 باشه تا 55. از 40 تا 50. درست. بعد شما برای درباره بچه دار شدن بهش فکر کردین؟ که خیلی دوست دارم. پس بچه دوست داری؟ خیلی دوست دارم. در اختلافاتون معمولا چطور برخورد میکنی؟ سکوت میکنم. یعنی اختلاف باشه احتمالاً چند روز کلا سکوت بکنم، ولی خب بعداً با یه زبان مناسب بتونم اون مشکل حل بکنم، چون تو اون لحظه طرف مقابل به اصطلاح عصبانی باشه، من عصبانی باشم، مشکل که حل نمیشه بدتر میشه. سکوت. درسته. خیلی هم عالی. من سوالام تموم شد. خواستیم که یه اطلاعات کوچیکی داشته باشیم از شما. خواهش میکنم. قربون شما. حالا انشالله پس ما مجدد با شما تماس میگیریم. بله. که صداتون رو تغییر میدیم براتون میفرستیم. شما که تایید کردین ما پست میکنیم براتون. خیلی لطف کردید. مرسی. ممنونم بابت همکاریتون، بابت پاسخ خوییتون و اینکه خیلی خیلی به اصطلاح حس آرامش به من دادید. عزیزم خواهش میکنم. امیدوارم که موفق بشید. به خواسته دلتون برسید. انشالله. قربون شما برم. ممنونم. فدای شما. شب خوبی داشته باشید. قربان محبتتون. همچنین مرسی. موفق باشید. زنده باشید. خدا نگهدار. خداحافظ.